یکی از مسائل خیلی مهم و چالشی بحث خودشناسی و درمان تراپیه. یه مطلب مهمی که باید قبل از حرکت کردن تو این مسیر بدونیم اینه که باید با انواع سبک‌ها و مدل‌های رشد آشنا بشیم. اهمیتش از اونجاست که وقتی ما با این سبک‌ها و مدل‌ها آشنا نشیم، سراغ افراد و اشخاص و دوره‌هایی میریم و هزینه میدیم، در صورتی که اصلا نباید با این سبک، با این روش به اونها رجوع کنیم. میخوایم چیزی بفهمیم، مراجعه میکنیم به روانپزشک و دارو میگیریم، در صورتی که اصلا اون کارش مشخصه. کار اون شخص دارو دادن برای کسانی که اختلال روانی دارن و دچار چالش هستن. یا یک سری مشکلاتی داریم، به جای اینکه بریم سراغ مهارت‌های زندگی رجوع میکنیم به مشاور. حالا چطوری تشخیص بدیم و تو این ویدیو قرار نیست صحبت کنیم. قراره توی این ویدیو با انواع طیف‌ها و روش‌های مدل رشد آشنا شیم که بدونیم هر کدوم یکی از اونها چه جایگاهی داره و ما با توجه به اون نیازها و با توجه به اون چالش‌هایی که داریم میتونیم به سمت کجاها رجوع کنیم برای اینکه حالمون خوب بشه و اون مسئله و چالشی که داریم رو برطرف کنیم. روش‌های رشد فردی مرتبط هستن با روش‌های رشد اجتماعی، اما من توی این ویدیو درباره روش‌های رشد فردی صحبت می‌کنم. توی ویدیو بعدی درباره روش‌های رشد اجتماعی. روش‌های رشد فردی رو میتونیم به چند دسته مختلف تقسیم بندی کنیم. من با توجه به مطالعات و جستجوهایی که انجام دادم به 5 دسته رسیدم که هر دسته هم زیر مجموعه‌های مختلف خودش داره. دسته اول دسته‌ایه که فرد به صورت تنهایی میتونه به اون منابع رجوع کنه برای توسعه فردیش. دسته‌هایی مثل کتاب‌های خودیاری، سلف هلپ بوکس‌ها هستش. کتاب‌هایی هستند که شامل رشد شخصیت، موفقیت و سلامت روان نوشته شده. بیبلیوتراپی، کتاب درمانی. فرد میتونه از طریق مطالعه این کتاب‌ها با سبک‌های مختلفی که وجود داره به رشد شخصیت، درمان و حل اون چالش‌هاش بپردازه. سبک‌های مختلفی هسته. سبک‌های همونطوری که گفتم سبک‌های روان درمانی هست که شخص میتونه اختلالات، مشکلات و اون چالش‌هایی که مواجه باشه هست باهاش آشنا بشه و تکنیک‌هایی توی این کتاب‌ها گفتم برای افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری و موارد دیگه شخص میتونه به اونها رجوع کنه. سبک ادبی سبک‌هایی هستن که با محتویات ادبیات اون اختلالات، مشکلات و اون چالش‌هایی که هست رو میتونن شخص برطرف کنه. سبک فلسفی کتاب‌هایی هستن که ادعا دارن میتونه فلسفه توی قسمت خودشناسی و درمان کمک خیلی زیادی بکنه که شخص میتونه به این سری کتاب‌ها مراجعه کنه. قسمت بعدی دوره‌های آنلاین هستش. میتونن اشخاص با مراجعه به اونها برای خودیاری و توسعه مهارتاش استفاده بکنه. انواع سایت هایی که ملاحظه میکنید سایت هایی هستن که در جهت خودشناسی و در جهت افزایش مهارت ها و درمان انواع اختلالاتی که وجود داریم میتونن اشخاص به اونها رجوع کنن. قسمت بعدی مدیتیشن و یوگا هستش. توی این قسمت تمریناتی وجود داره که میتونه به خودآگاهی و تعادل ذهنی ما کمک کنه. مدیتیشن بیشتر به آرامش ذهن متمرکزه، یه فرایند درونیه. اما یوگا ترکیبی از ورزش ذهنی و ورزش بدنی. قسمت بعدی قسمت ژورنال نویسی و مایندفولنسه. توی این قسمت روش هایی وجود داره که باعث افزایش خودشناسی و کاهش استرس و توجه بیشتر ما میشه. مایندفولنس یا ذهن آگاهی یعنی که بتونیم تو هر لحظه و هر ثانیه نسبت به احساسات، بدن، افکار، محیط و همین لحظه حال آگاهی داشته باشیم که میتونه از طریق روش‌های مختلفی باشه که توی قسمت قبل روش مایندفولنس رو گفتم، یکی از اون روش هاست.
ژورنال نویسی یعنی به چیز شبیه خاطره نویسیه که یه دفتر برمی‌دارین و توی اون دفتر افکار و احساسات خودتون رو ثبت می‌کنید که این روش هم روشیه که توی درمان اتفاق میفته. قسمت بعدی قسمت تست های روانشناختیه. توی این تست های روانشناختی که به صورت مفصل من یک ویدیو در واقع ضبط میکنم، انقدر مهمه، اشخاص به صورت کاغذ قلم یک سری مهارت های، یک سری روش های رشدی، شخصیتی و یک سری اختلالاتی رو بررسی میکنن. یک سری از این تست ها به وسیله درمانگره، یک سری از این تست ها خود شخص هم میتونه انجام بده. باعث میشه اون شناختش از خودش بیشتر بشه و باعث میشه بفهمه چه مشکلات و چالش هایی داره و باید برای برطرف کردن اونها برنامه‌ریزی انجام بده. دسته دوم دسته‌ایه که دیگه شخص به صورت تنهایی نمیتونه با رجوع به اون به توسعه فردی برسه و درمان اتفاق بیفته. نیاز داره به یک دیگری متخصص، نیاز داره به یک گروهی از متخصصان و اشخاصی که کارهای حرفه‌ای انجام میدن که باعث بشه برای اون توسعه شخصیت و اون اختلالات و چالش هایی که باهاش مواجه هست راه حل‌های متناسبی رو بیان کنه. اشخاصی مثل سایکوتراپیستا، اشخاصی مثل روان درمانگرها که این اشخاص توی یک سری از جلسات با رویکردهای مختلفی که وجود داره، این اشخاص میان برای تجربه جدید، برای کمک کردن به اون شخص راه حل‌هایی رو با هم دیگه اتهام میکنن و به یک تجربه هیجانی جدیدی با هم دیگه میرسن و با توجه به اختلال، مشکل و اون چالشی که دارن رو تمرکز میکنن و برطرف میکنن که سبک‌های مختلفی هم داره روان درمانگری. قسمت اولش روان درمانگری فردیه که توی این روان درمانگری فردی توی اون مشکلات و شخصیت‌هایی که بین خود اون مراجع فقط هست و اون چالشی که با مواجه است و با اون درمانگر بیان میکنه و درمانگر برای چالش برنامه‌ریزی میکنه و با همدیگه یک مسیری رو انجام میدن. سبک دیگه سبک گروپ تراپیه، یعنی سبک گروه درمانی. افراد با مشکلات مشابه توی گروه‌های کوچیکی شرکت میکنن، در نظر یک درمانگر با همدیگه گفتگویی میکنن و تجربه‌هاشون رو با همدیگه شیر میکنن و از همدیگه حمایت میکنن که یک ساختار منسجمی داره که به اون فعلا نمیپردازه. قسمت بعدی قسمت کاپل تراپی هستش. توی قسمت زوج درمانی یا خانواده درمانی اینجوریه که به حل مشکلات در روابط خانوادگی و زوجها میپردازه. قسمت بعدی روانپزشکی است. توی این قسمت تو مواردی که نیاز به دارو هستش برای بهبود روان، شخص به یک روانپزشک مراجعه میکنه برای اینکه با توجه به اون مشکلات، اختلالات و اون کمکی که شخص میخواد از پزشک بگیره به وسیله دارو باعث بشه که کاهش پیدا کنه اون نشانه‌هاش یا به صورت موقت برطرف بشه برای اینکه شخص بتونه ادامه زندگیش برسه یا در کنار روان پزشکی شخص توصیه میکنه که به یک روانشناس رجوع کنه و همینطور بالعکس. قسمت بعدی مشاوره هست، کانسلینگ. اشخاص با رجوع به یک سری متخصصین مشکلات زندگیشونو و اون چالش هایی که توی تصمیم گیری وجود دارن و بهش میپردازن. مشاوره شامل مشاوره روانشناختی هم میشه ولی عامه، میتونه مشاوره تحصیلی باشه، میتونه مشاوره شغلی باشه، موارد دیگه ای باشه، ولی معمولا اینجوریه که برای اون حل اون چالش ها و حل اون مشکلات و اختلالاتی که خیلی طولانی مدت نباشه، درمانش طولانی نباشه، اشخاص به مشاوره رجوع میکنن و اون چالش تصمیم گیری و اون چالشی که بین خودشون وجود دارن رو برطرف کنن. قسمت بعدی قسمت کوچینگ هستش. توی قسمت کوچینگ تمرکز میکنه بر بهبود کل کیفیت زندگی. حالا
کوچینگ طیف‌های مختلفی داره. قسمتی هستش که به یه متخصصی رجوع میکنه شخص برای اینکه یک پیشرفتی حاصل بکنه در جهت زندگی خودش. خب میشه قسمت لایف کوچ که توی این قسمت شخص برای کیفیت زندگی فردیش تصمیم گیری میکنه. سبک دیگه سبک بیزینس کوچ هستش. توی این مرحله تمرکزش بر بهبود مهارت شغلی و حرفه‌ای شخص هستش. تقسیم بندی مختلفی توی این کوچ هست، من صرفا به 2 موردش اشاره کردم. قسمت بعد منتورینگ هستش. منتورها افراد با تجربه هستند که به دیگران راهنمایی میدن و تجربه خود رو با اونها به اشتراک میذارن. دسته بعدی دسته تجربه اجتماعی و معنوی. این دسته شامل روش‌هایی که از طریق مشارکت اجتماعی و تجربه‌های جمعی انجام میشه. دیگه فرد به صورت تنهایی یا به صورت یکدیگری متخصص صرفاً اون چالشش رو برطرف نمی‌کنه، به اون رشد فردی نمیرسه. این دسته شامل کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی و تجربه‌ای که به رشد شخصیت حرفه‌ای یا معنوی متمرکزه و اشخاص با حضور در اون جلسات باعث میشه اون مشکلاتشون رو برطرف کنن. قسمتی که قسمت گروه درمانی هست. گروه درمانی گروهی از افرادی که مشکلات و چالش‌های مشابهی دارن از یکدیگر حمایت میکنن. قسمت دیگه توسعه معنوی است، spiritual development. رشد شخصی توی این مرحله از طریق آموزه‌های دینی یا معنوی مثل مدیتیشن، دعا و حضور در مراسم معنوی انجام میشه. رشد معنوی به سوالات اساسی در مورد معنا، هدف زندگی مربوط میشه که همه رو تحت تاثیر خودش قرار میده. وابسته به تعلقات مذهبی هم نیستش. رشد معنوی به معنی معنوی تر شدن نیست، یه درک و آگاهی بیشتری از معنویت طبیعی و فطریه. در کنار اینکه اشخاصی که اعتقاد مذهبی دارن با یک رویکرد خاصی به وسیله اعمال اعتقادی اون رویکرد باعث رشد معنویشون میشه. یک قسمت دیگه قسمت فعالیت‌های داوطلبانه و اجتماعی هستش که افراد از طریق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و کمک به یکدیگر به رشد شخصی میرسن. دسته 4 روش‌های آموزشی و تحصیلی هستش. این روش‌ها به صورت ساختاربند و رسمی برای رشد و توسعه شخصی و حرفه‌ای طراحی شدن. این دسته شامل آموزش‌های رسمی که از تأسیس تو مقطع کودک تا دانشگاه و مؤسسات آموزشی هستش برای کسب دانش و مهارت. قسمت دیگه شامل آموزش مهارتی هستش. توی این یک سری دوره‌های آموزشی اشخاص شرکت میکنن برای یادگیری مهارت خاص، از زبان خارجه باشه تا برنامه نویسی تا مهارت‌های زندگی که اشخاص با یک سری کارگاه‌ها یا یک سری کتاب یا یک سری تجربه‌هایی تونن اینها رو انجام بدن. دسته 5 و دسته آخر روش‌هایی که مبتنی بر فناوری و هوش مصنوعی هستش. این دسته شامل ویدیوهای آموزشی و پادکست ها هستش و شامل واقعیت مجازی که با واقعیت مجازی اشخاص بتونن در جهت درمان خیلی به اونها کمک. هوش مصنوعی در روان درمانی همونطوری که گفتم برخی از اپلیکیشن ها و پلتفرم های آنلاین میتونه برای جلسات روان درمانی قابل استفاده باشه. همچنین به وسیله هوش مصنوعی میتونه یک سری اختلالات کاهش پیدا بکنه و برطرف بشه. سلف هلپ اپس اپلیکیشن های خودیاری و سلامت روان هستن مثل مدیتیشن یا مثل مایندفولنس و ابزارهایی که اشخاص میتونن با رجوع به اونها باعث بشه که به خودشناسی برسن و تسریع پیدا بکنه مشکلات و اختلالات.
قصد داشتم توی این تقسیم بندی ها یه دید کاملی از راههایی که برای رشد فردی وجود داره به شما بدم. هر فرد میتونه بر اساس نیازها و شرایط خود از یکی از اونها یا ترکیبی از این روش‌ها بهره ببره و برای پیشرفت زندگیش، برای توسعه فردی زندگیش و همچنین چالش‌ها و اختلالاتی که داره رو برطرف کنه. اگر این سبک محتوا رو میپسندید، قصد دارم هر هفته توی این کانال درباره روش‌های رشد فردی و اجتماعی و مسائلی که مرتبط با روانشناسی هست با هم دیگه گفتگویی کنیم.